به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم. امروز با آموزش این پاپوش 2 میل بافی با یه تکنیک و روش جدید در خدمتتون هستم که روش بافتش جدیده و از اینجا شروع میشه تا نوک انگشتا و اینجا و دیگه ببینید این قسمت ما دیگه بافتمون تغییر میکنه. یک کار خوشگل و که بدون درز، یعنی کفی پا بدون درزه، یک کار شکیلی هم هست و قشنگ تو پا وای میسه. خیلی خوشگل و جذابه. آموزشش رو کامل و با عشق براتون ضبط کردم. پس شما هم بهای این آموزشی که دارین استفاده میکنی فقط یه لایک و یه کامنت. این لایک و کامنت شما برام ارزشمنده. هم رشد میکنه این کانال خودتون که بتونیم آموزش ها رو بیشتر کنیم، جذابتر کنیم، بروزتر کنیم. پس اون حمایت شما هم متقابلا وقتی آموزش رو استفاده میکنید مهمه. پس کسانی که استفاده میکنن از این آموزش حتما لایک و دوستان من 15 تا دونه سر انداختم. 15 تا دونه به این شکل شروع کنید. 5 تا رو، 5 تا زیر، 5 تا رو ببافین. من اینجا دونه اول رو بر میدارم و میام 5 تا از رو میبافم به این شکل. 2 تا، 3 تا، 4، این میشه 5 تا رو. حالا 5 تا زیر. 1، 2، 3، 4، 5 تا زیر، دوباره 5 تا رو. 1، 2، 3، 4، 5. خب ما 4 رج دیگه باید به همین شکل ببافیم که دونه هامون بافتیم. یعنی رج دوم 5 تا زیر، 5 تا رو، 5 تا زیر. رج دوم از این سمت دونه های اون سمت که 5 تای اول از رو بود، 5 تا آخرم از رو بود، از سمت پشت یا رج دو 5 تای اولی زیر میشه، 5 تای وسط رو میشه، 5 تای آخر زیر میشه. پس من دونه اول رو برداشتم، نخ زیر بود، میشمارم 2، 3، 4، 5 تا زیر. حالا 5 تا از رو. 1، 2، 3، 4، 5 تا از رو و دوباره 5 تا از زیر. 1، 2، 3، 4، 5 تا زیر. پس این دو رج رو باید یک بار دیگه تکرار کنیم. یعنی ما رج سوم، چهارم و پنجم همینجور میبافیم که دونه اول رو من الان بر میدارم رج سوم و میام دوباره میبافم دونه هامو. 5 تا از رو، 5 تا از زیر، دوباره 5 تا از رو، دوباره از این سمت رج چهارم مثل رج دوم بافته میشه. دونه اول رو بر میدارم. 2، 3، 4، 5 تا زیر. 1، 2، 3، 4، 5 تا رو. 1، 2، 3، 4، 5 تا زیر. پس شد 4 رج تا اینجا. رج 5 دوباره من میام دونه اول رو بر میدارم و میشمارم 5 تا رو، 5 تا زیر، 5 تا رو میبافم. 5 تا رو شد، 5 تا هم زیر. دوباره 5 تا رو. به این شکل رج های فردی ها از رج 1 و 3 و 5 شد
5 رو 5 زیر 5 رو. حالا رج های زوجم که رج 2 و 4 رو بافتیم، الان رج ششم مدل رو میندازیم. رج 2 و 4 5 تا زیر 5 تا رو 5 تا زیر بود که الان من اینجا مدلم رو پیچ میندازم روی این دونه هایی که از زیر هستن تو رج ششم. ببینید 5 تا دونه اول که داریم، دونه اولش رو 4 تای بعدی پیچ میندازم و بعد میام یه دونه اضافه میکنم، 5 تا رو میبافم، یه دونه اضافه میکنم، رو 4 تای بعدی هم پیچ میندازم و دونه آخر رو میبافم. خب من میام اینجا دونه اول رو بر میدارم و میام این 4 تا دونه‌ای که ما داریم این 4 تا رو پیچ میندازیم. 2 تا دونه دوم رو میارم جلوی 2 تا دونه اول قرار میدم. این میل دست راست 2 تا دونه دوم رو بگیرین. خب هر 4 تا دونه رو از میل خارج کنید. اون 2 تا رو خارج کنید. این 2 تا هم همین جور که گرفتین با میل دست راست همه رو از میل چپ بیارین بیرون. حالا میل دست چپ اون 2 تای اولی رو از پشت جوری بگیرید که دونهاتون در نره. آهسته این کار رو انجام بدین. با میل دست چپ اون 2 تا رو از پشت بگیرین. این 2 تا هم که بود من از میل خارج کردم، تو میل دست راست گرفتم به این شکل. ببینید حالا میارم جلوی این 2 تا دونه. حالا از زیر هر 4 تا رو میبافم. 1 2 3 4. حالا من اینجا یه دونه به دونه هام اضافه میکنم اینجا به این شکل. ببینید ما بعد از اینکه پیچو انداختیم به این شکل یک دونه به دونه هامون اضافه میشه. یه دونه اضافه شد. حالا 5 تا هم از رو ببافین. 1 2 3 4 5. دوباره یه دونه به دونه هامون اضافه میکنیم. ببینید رو میل دست راست با میل، من دقت کنید، با میل دست راست یه دونه به دونه های وسط اضافه میکنم. پس یه دونه به این دونه اضافه شد. دوباره اینجا 4 تای بعدی رو پیچ میندازم. ببینید این پیچ رو برعکس این پیچ میندازیم، یعنی پیچ راست به چپ. یعنی اینکه با میل دست راست ببینید این 4 تا دونه ای که داریم 2 تای بعدی رو اون سری از اون سمت از جلو گرفتیم، حالا از پشت میگیریم که پیچ برعکس بشه. ببینید 2 تای بعدی رو من از پشت، ببینید از پشت با میل دست راست از پشت گرفتم. هر 4 تا رو از میل خارج کنید. ببینید هر 4 تا رو میارم بیرون. با میل دست چپ این 2 تا رو میگیرم. این 2 تای اولی رو که آزاد هستن رو با میل دست چپ میگیرم. اون 2 تا هم که با میل دست راست گرفتم میارم جلوی این 2 تا قرار میدم. حالا از زیر هر 4 تا رو ببافین. خب این از این رج که هم مدل دادیم هم دونه اضافه کردیم. رج پشت دوباره دونه ها رو میبافم، یعنی همون مدل رو میبافیم، فقط دونه های وسط بیشتر شده. به جای 5 تا شده 7 تا. باید 5 رج دیگه ببافین تا بعد میایم دوباره مدل رو بندازیم. به این شکل شما 3 تای اول که از رو هست، اینجا همون دونه ای که اضافه شده، اینجا ما این دونه رو از زیر میبافیم و رج بعدش به رج 6 مدل دادیم. این رج 7 که رج پشته و اینجا هم این دونه بود که اضافه شد و حالا بقیه دونه ها 5 تا هم از رو ببافین. پس رج 7 شد 5 تا رو 7 تا زیر 5 تا رو. دوباره رج 8 رو میبافیم.
دونه اول رو بردارین، 2 3 4 5 تا زیر، 7 تا رو. 1 2 3 4 5 6 7 تا رو، 5 تا زیر. اینم شد رج 8. یعنی ما که بعد از این که تو رج 6 پیچ رو انداختیم، الان 2 رج بافتیم، باید بشماریم 5 رج بشه. خب الان رج سوم هستیم یا هم رج 9 هستیم، 3 رج بافتیم. دوباره 5 تا رو، 7 تا زیر، دوباره 5 تا رو، حالا رج 10 و 4 رج میشه الان. 5 زیر، 7 رو، خب رج پشت میشه رج 11 و میشه 5 رج که میشه 5 تا رو، 7 تا زیر، و 5 تا از رو. خب این شد رج 11. رج 12 دوباره مدل رو میدیم و دونه اضافه میکنیم. هر 5 رج یک بار هم اینجا پیچ میندازیم، این طرف پیچ میندازیم و به دونه های رو از دو طرف، اینجا یعنی بعد از پیچ میشه، اینجا هم قبل از پیچ ما دونه اضافه میکنیم و این کار رو باید همینجور تکرار کنید تا 5 بار که 5 تا از این سمت اضافه بشه، 5 تا از اون سمت اضافه بشه تا دونه هامون برسه به 25 تا دونه. پس من دوباره اینجا دونه اول رو بر میدارم و دوباره مثل همونجا این پیچ رو میندازم، یعنی با میل دست راست 2 تا دونه دوم رو بر میدارم، جلوی این دوتا میذارم پیچ راست به چپ، یعنی به این شکل. من این دوتا رو میگیرم چپ به راست، یعنی این دوتایی که از چپ هست میاد جلوی این دوتا قرار میگیره، میگیم پیچ چپ به راست. ببینید از چپ اومده به سمت راست. پس با میل دست راست دوتای دوم رو گرفتم، این دوتای اول هم از میل خارج میکنم، اون دوتا هم که گرفتم از میل چپ خارج میکنم. با میل دست چپ اون دوتا رو بگیرید از پشت و به این شکل. حالا این دوتا رو بیارین جلوی این دوتا قرار بدین و هر 4 تا رو از زیر ببافین. 1 2 3 4 تا به این شکل پیچ میشه. و حالا توی میل دست راست یه دونه بندازین. ببینید یه دونه توی میل دست راستتون یه دونه به این شکل بگیرید که به دونه هاتون اضافه بشه. دوباره بیاین از رو 7 تا ببافین. 1 2 3 4 5 6 7. یه دونه قبل از این پیچ اضافه میکنم به دونه هام و میام اینجا 4 تای بعدی هم پیچ راست به چپ، یعنی دوتا با میل دست راست دوتای دومی رو از 4 تا دونه که در نظر گرفتیم برای پیچ، دوتای دومی رو میگیرم با میل دست راست و هر 4 تا رو باید از میل خارج کنید. با میل دست چپ این دوتا رو از جلو بگیرید و اون دوتا رو داخل این میل قرار بدین، داخل این دوتا میل، داخل میل دست چپ و 4 تا رو ببافین. اونم از زیر به این شکل.
دوباره از سمت پشت ببافین و بشمارین 5 رج. دوباره مثل همون جایی که پیچ انداختیم 5 رج بافتیم، اینجا هم باید همینجور 5 رج ببافین. یعنی رج 13 رو ببافین، میشه 13 14 15 16 و 17 رو ببافین. رج 18 دوباره مدل رو بندازین و دونه اضافه کنید. همینجور 5 رج یک بار 5 رج ببافین. رج 6 بیاین دونه هاتون رو هم اضافه کنید هم پیچ بندازین تا دونه هاتون برسه به 25 تا دونه. این شد رج 13. رج 14 هم همینجور از زیر ببافین دوناتون و این دونای وسط شدن 2 3 4 تا رو 5 6 7 8 و 9 تا رو و 5 تا زیر. دیگه همینجور بشمارین تا 5 رج که شد. بعد دوباره هم مدل بدین هم دونه اضافه کنید. خب رج 13 که پشت بود، اینم رج 14 رو بافتم. رج 15 پشت، رج 16 رج بعدش هست و رج 17 رو ببافین. رج 18 مدل بدین و همینجور بشمارین. هر 5 رج یک بار پیچ بندازین و دونه اضافه کنید. هر 5 رجی یک بار که بافتین مدل رو تکرار کنید. خب دوستان، هر 5 رج یک بار پیچ انداختم و همینجور که پیچ میندازیم اضافه میکنیم. یعنی ما این سمت کنار این پیچ و کنار این پیچ هر 5 رج یک بار اضافه میکنیم و گفتم پیچ بندازین هر 5 رجی که میبافتیم و دونه ها تو میرسه به 25 تا دونه. 25 تا دونه که شد، اندازش هم میخوام اینجا بهتون نشون بدم 9 سانت شده. اگر خواستیم با هر کانوایی که ببافین 9 سانت شده و اینم به این شکل 9 سانت از دو طرف. و حالا ما دونه هامونو اینجا دیگه پیچ نمیندازیم و اضافه هم نمی کنیم، کم می کنیم. ولی ما اول میایم ببین رج پشت، وقتی که این پیچ آخری رو انداختم رج پشت یعنی بافتم، الان رج رو هستم که میخوام همه دونه هامو از زیر ببافم. بعد از اینکه پیچ آخری رو انداختم رج پشت رو بافتم، این رج ببینید دونه هامو همه از زیر می بافم. همه دونه ها از زیر ببافین. خب رج پشت همه دونه ها از رو ببافین. ببینید دونه اولو که بر می دارم و بقیه دونه ها رو از رو ببافین تا انتهای رج. همه دونه هاتون رو از رو ببافین. خب ببینید دونه هامون 25 تا بود توی این رج. یعنی ما بعد از اینکه پیچ رو انداختیم، دونه هامون که وقتی رسید 25 دونه پیچ رو انداختیم، من رج پشتش رو بافتم و این رج رو بافتم که اون رج رو بافتم و این رج میشه 3 رج. حالا رج چهارم بعد از پیچ انداختیم. ببینید بعد از اینکه پیچ رو انداختیم 3 رج بافتیم و حالا اینجا کم میکنیم. به این شکل دونه اول رو بردارین، دونه دوم هم به این شکل ببافین از زیر و حالا این دوتا دونه رو شما دوتا یکی کنید. فقط دوتا یکی باید به این شکل از این سمت باشه، یعنی دونه دوم و دونه اول جاشون عوض میشه. با میل دست راست دونه دوم رو بیارین جلوی این دونه و هر دوتا رو از زیر ببافین.
هر دوتاشون رو ببافین تا کم بشه از دونه هاتون. ببینید این دونه کم شد، 2 تا یکی شد، اینا شدن 4 تا دونه، از 5 تا شدن 4 تا. بقیه دونه ها رو هم همینجور از زیر ببافین. اون طرف هم باید دونه هاتون رو کم کنید. اون دونه های بغل که تا حالا پیچ مینداختیم از اون سمت هم دونه هامون رو کم میکنیم. یعنی این که ما الان تو رج بعد از پیچمون که تو رج 4 بودیم، تو این رج 4 کم میکنیم. خب ببینید الان من اینجا این 4 تا دونه ببخشید از این 4 تا مونده به انتها، این دوتا رو با هم از زیر میبافم، 2 تا یکی میشه. این دوتا رو از زیر ببافیم میشه 2 تا یکی. و حالا اینجا دیگه شما همینجور یه رج از زیر یه رج از رو میبافین، ساده بافی میکنیم و یک رج در میان دونه هامون رو همینجوری کم میکنیم تا جایی که 11 تا دونه باقی میمونه. من الان از رج پشت دیگه دونه هامو همینجور از رو می بافم و یک رج در میان باید کم بشه. یعنی رج های پشت دونه ها رو از رو می بافیم، رج های رو دونه ها رو از زیر می بافیم. یعنی از اون سمت که روی پاپوش هست از زیر می بافیم و توی همون رج رو کم می کنیم. میشه یک رج در میان. یعنی رج های پشت رو باید ببافین و رج هایی که از رو هست رو باید کم کنید از دو طرف. ببینید رج پشت رو که بافتیم دوباره اینجا کم میکنیم. یعنی تو رجیه که پیچ داریم. پس من میام دوباره دونه اولو که بر میدارم، دونه بعدی رو از زیر میبافم، دوباره این دوتا رو با هم یکی میکنم. یعنی این دوتا با هم دوتا یکی میشه. پس ببینید این شکلی اول جابجا کنید که تو جابجایی قشنگتر دوتا یکی بشه. پس اینجا دوتا یکی شد، بقیه دونه هاتونم دوباره ادامه بدین. پس توی رج رو کم میشه، رج پشت بافته میشه، یک رج در میان کم میشه تا 11 تا دونه باقی بمونه. خب الان اینجا هم دوباره وقتی 4 تا به آخر میمونه این دوتا رو با هم از زیر ببافیم، میشه دوتا یکی. و حالا این دونه رو دوتا رو از زیر ببافین. دوباره رج پشت رو ببافین و همین کار تکرار میشه تا جایی که 11 تا دونه باقی میمونه. ببینید یه بار دیگه اینجا نشون بدم. دوباره اینجا من کم میکنم، این دوتا رو که بافتم دوباره اینجا جابجا میکنم، بعد دوتا یکی. خب این همینجور دیگه بافته میشه و یک رج در میان کم میشه. پس بیشتر از این توضیح نمیدم چون خیلی تکرار کردم. دیگه اینجا هم 4 تا که میمونه به آخر این دوتا رو با هم یکی کنید. دیگه بافتتون رو ادامه بدید. خب دوستان از دو طرف کم کردم، از این سمت و این سمت کم کردم، 11 تا دونه باقی مونده و حالا اینجا قسمت اول تموم شد. دوستان قسمت دوم رو میذارم بعد که گذاشتم، فردا یا پس فردا که گذاشتم، بعد از اون میام لینکش رو تو همین قسمت تو قسمت کامنت ها میذارم و لینکش رو پین میکنم. یعنی اولین کامنتی که خودم گذاشتم و نوشتم قسمت دوم پاپوش، قسمتی که لینک آبیه، روی اون کلیک کنید قسمت دوم رو میبینید. اصلا کار سختی نیست. شما که این قسمت رو دیدین، بعد از 2 روز شما بیاین دوباره مجدد چک کنید قسمت دوم رو همینجا تو قسمت کامنت ها یا همون قسمتی که شما نظراتتون رو می نویسین تو همون قسمت چک کنید.